小弟礼物哦。حتما عروسک هلوکیتی رو میشناسید. اگر شما یکی از فنای هلوکیتی هستید یا عروسکش رو توی خونه دارید، این پرونده‌ای که الان میخوام بگم کاملا میتونه به روحتون آسیب بزنه و دیگه به چشم یک گربه ملوس نازنازی به هلوکیتی نگاه نکنید. این داستان وحشتناک و واقعی زنیه که سرش رو داخل هلوکیتی پیدا کردن. ولی به نظر شما چجوری میشه که سر یه آدم داخل سر هلوکیتی باشه؟ اگه دوست دارید که بیشتر راجع به این داستان بدونید تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باشید. تو ماه می 1999 یه دختری به نام فونگ که فقط 14 سالش بود با استرس و اضطراب و ترس به پاسگاه پلیس میره و به پلیسا میگه که دائم روح یک زنی داره اونو تعقیب میکنه و به دنبال تسخیر اونه و این دختر میگه که روح این زن اونو راحت نمیذاره و ثانیه به ثانیه داره همراهش میره. ولی خب پلیس حرفای دختر رو باور نمیکنه و فکر میکنه یه موادی زده، توهم زده یا یه مشکلی داشته. سابقه دختر رو چک میکنه و متوجه میشه که با افراد خلافکار میگشه، برای همین زیاد به حرفای دختر اعتنا نمیکنه تا اونجایی که دختر تحت فشار قرار میگیره و دیگه پیش پلیس اعتراف میکنه. دختر اعتراف میکنه که توی یه قتل دست داشته و میدونه که جسد مقتول کجا مخفی شده. انقدر اذیت شده بوده و روح مقتول اون رو اذیت کرده بوده و ثانیه به ثانیه اون رو تنهاش نذاشته بوده که مجبور میشه بره پیش پلیس اعتراف بکنه و تا زمانی که پیش پلیس اعتراف نکرده بود اون روح ولش نمی کرده. پلیس همراه فونگ به آپارتمانی میره که مقتول رو توی اون مخفی کرده بودن و جسد توی اون آپارتمان بود. وقتی که به آپارتمان میرسه با یک صحنه خیلی دلخراش مواجه میشه و وحشت زده میشه. اول که وارد آپارتمان میشه اونجا مثل بقیه صحنه‌های قتل نبوده و کل آپارتمان پر از عروسک هلوکیتی بوده. حتی طرحهای دیوار، پرده، ملافه، حوله و ظرفایی که توش آب و غذا می‌خوردن طرحهای هلوکیتی داشته. اما خب بین تمام اون عروسک‌های هلوکیتی یه عروسک عجیب و غریب هلوکیتی بود که سایزش خیلی بزرگ بود و خب خیلی هم چر و کثیف بود. پلیسا کنجکاو میشن و میرن که ببینن داستان این عروسک چیه. با کمال تعجب وقتی که توی سر هلوکیتی رو باز میکنن میبینن توی سرش یه سر بریده شده است. این جنایتی که اتفاق افتاده رو به یکی از وحشتناکترین جنایت‌های تاریخ هنگ کنگ میشناسن. یکی از بازرسای این پرونده در مورد این جنایتی که اتفاق افتاده میگفت که 21 سال توی نیروی انتظامی هستش و هیچ وقت یه همچین پرونده وحشتناکی ندیده بوده. قبل از اینکه بریم سراغ داستان قربانی و ببینیم چه اتفاقی افتاد که به قتل رسید و روحش اومد این دختر رو اذیت کرد که بره پیش پلیس اعتراف بکنه، حتما یادتون باشه که لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و چنل اینستام رو فالو داشته باشید. قربانی این پرونده یک زنی بوده که خب بدبختیاش از سن پایین شروع شده، دقیقا از زمانی که پدر مادرش اون رو ولش کردن و اون مجبور شده که بره و توی پرورشگاه زندگی بکنه. وقتی که دختر 16 سالش میشه پرورشگاه این تصمیم رو میگیره که اون میتونه از پس زندگی خودش بر بیاد و اون رو از پرورشگاه بیرون میندازه. مقتول داستان ما اسمش فن بوده. فن بعد از اینکه توی خیابونا میره خب جایی برای زندگی نداشته، هیچ مهارتی برای شغل پیدا کردن نداشته و نمیتونسته زندگیشو بچرخونه. برای همین وارد بازار مواد مخدر میشه و خب میره توی کلاب شبانه، اونجا رقصنده میشه و خب یه زندگی خیلی سختی رو داشته میگذرونده و برای اینکه هزینه‌های زندگیشو بده مجبور بوده که به یه سری کارها تن بده. تو می سال 1996
تو همون کلابی که رقصنده بوده با شوهر خودش آشنا میشه، با پسری اونجا آشنا میشه که باهاش ازدواج میکنه و ازش یک پسر میاره و خب به زندگی خودش ادامه میده تا جایی که از شانس بعدش دوباره شوهرش درگیر اعتیاد میشه. خب همسایه ها دائما داشتن صدای دعوای اونها، صدای جربست اونها رو از طبقات دیگه میشنیدن تا جایی که تصمیم میگیره فقط و فقط به خاطر پسری زندگی بکنه و به همون کلاب رقص میره و به جای اینکه این بار رقصنده بشه این بار مهماندار میشه و خب میخواد مخارجش رو از این طریق در بیاره. ولی خب هزینه هاش از طریق اون مهماندار بودن در نمی اومده و براش کافی نبوده. برای همین توی سال 1997 با یه مردی به نام چان آشنا میشه که چان خودش لیدر مواد مخدر بوده و آدم جنایتکاری بوده، آدم خلافکاری بوده و میره و برای اون یه مقدار فروشندگی مواد مخدر میکنه برای اینکه بتونه مخارج خودش رو بگذرونه. یه روز که خیلی به فشار میاد از کیف پول چان $4000 پول میدزده، ولی بعد از اینکه چان این قضیه رو میفهمه ازش خواهش میکنه و بهش میگه که اجازه بده که این پول رو بعداً باهاش بتونه تصفیه بکنه یا مثلا پول رو تیکه تیکه بهش بده، چون خیلی شرایط زندگیش سخت بوده. ولی خب چان برای اینکه اون زن ازش دزدی کرده و خب خودش خیلی آدم بدی بوده و آدم تاریک و کثیفی بوده، 2 تا از دوستای دیگش رو صدا میکنه و به یک آپارتمان دعوت میکنه، جایی که خودش و فن هم اونجا بودن. اون فن رو به دوستاش میفروشه و از اونا پول میگیره و پولی که فن از چان دزدیده بود و از این طریق ازش پس میگیره. ولی خب انگار به این قضیه راضی نبوده و حس میکرده به خاطر دزدی که کرده باید یه شکنجه بدنی هم بهش بکنه یا مثلا تنبیهش بکنه که درس عبرتی بشه واسه بقیه دخترها که از اون دزدی نکنن. دقیقاً همین جا بود که داستان وحشتناک ما شروع میشه. اون 3 تا مرد فن رو به طبقه 3 آپارتمان میبرن و اون رو با سیم برق میبندن و شروع میکنن به آزار و اذیت کردن اون، شکنجه کردن اون، با وسایل پلاستیکی رو آتیش میزدن و بدن اون رو میسوزوندن، بدنش رو کلا پاهاش رو سوزونده بودن و هر روز این کار رو ادامه میدادن تا اینکه اینجا فونگ، همون دختری که اول داستان پیش پلیس رفته بود، اون موقع 13 سالش بوده، میاد و وارد جمع این 3 تا مرد میشه به عنوان دوست یا حالا هر چیزی. که جالبیش اینه که این دختر 13 ساله رو متقاعد میکنن که برای فان و برای سرگرمی بیاد و توی شکنجه دادن اون زن شرکت بکنه. خلاصه که نمیخوام زیاد قسمت‌های ایگزاجر و قسمت‌های اذیت و آزار رو براتون باز بکنم، ولی خب به هر طریقی اونا فن رو آزار و اذیت میدن و این قضیه رو هفته‌ها و ماه‌ها ادامه میدن. خب به یه جایی رسیده بودن که دیگه فن بی‌حس شده بوده از مقدار شکنجه‌ای که کشیده بوده، نه وای میستاده نه میشسته و نه صداش در میومده. یه جوری که دیگه اونها از شکنجه کردن فن لذت نمی بردن به خاطر اینکه هیچ ریاکشنی نشون نمیداده. برای همین یکی از اونها تصمیم گرفت که اون رو با سیم برق ببندن روی آسمون و تبدیلش کنن به کیسه بوکس. یعنی مریض بودن خودشون رو به یه حدی میرسونن که کل دنیا وقتی که این خبر رو شنیدن، مخصوصا خود آدمایی که توی هنگ کنگ زندگی میکردن، شوکه شده بودن و واقعا یه جنایت مریضگونه و یه جنایت خیلی وحشتناکی بوده. توی 15 آوریل 1999 این گروه تصمیم میگیرن که برن بیرون و وقتی که میخوام برن بیرون فن رو از آسمون جداش میکنن، یعنی از سقف جداش میکنن و میذارنش توی وان حمام. وقتی که برمیگردن میبینن که فن خیلی وقت مرده و جون خودش از دست داده، ولی باز دست از سرش ور نمیدارن و برای اینکه کسی جنایت اونها رو نفهمه بدنش رو تیکه تیکه میکنن و انگار یه سریاش رو میجوشونن به سگا میدن، یه سریاش رو بیرون میریزن و سر فن
زن رو داخل عروسک هلوکیتی میذارن و میدوزن و خب عروسک هلوکیتی رو هم همونجوری تو آپارتمان میذارنش. پلیس میاد توی آپارتمان، همه شواهد رو ور میداره و خب چون اثری از جسد فرد نبوده نمیدونن که چی جوری به قتل رسیده، یعنی نمیتونن این قضیه رو ثابت کنن، ولی خب اون 3 مرد رو میگیرن و محکوم میکنن. اونم نه مثلا فکر کنید به چیز زیادی یا مثلا اعدام شده، اونها رو فقط به فکر کنم 20 سال یا 25 سال حبس محکوم میکنن. ولی داستان ما اینجا تموم نمیشه. تو ماه‌های بعد از این اتفاق وحشتناک، اتفاقهای عجیب و ماورایی توی اون آپارتمان اتفاق میفته. یه زنی که توی طبقه 4 بوده و خب با دوستاش اون آپارتمان رو اجاره کرده بودن، دقیقاً طبقه بالای طبقه‌ای که فن مرده بود، صداهای عجیب و غریبی میشنون. شبا وقتی که میخوابن احساس میکنن که یک شبح، یک روح داره اونها رو لمس میکنه و صدای گریه و زاری و زجه یه زن رو توی آپارتمان دائما میشنون. و یا طبقه اول و دوم که فکر میکنم آرایشگاه بوده، خیلی بیدلیل عروسک هلوکیتی رو توی تمام ساختمون میبینن، گوشه گوشه ساختمون، اطراف ساختمون میبینن و خب از دوربینای مداربسته‌ای که دارن برای آرایشگاهشون دائم یه سری سایه هایی میبینن که آدمای داخل آپارتمان رو داره تعقیب میکنه. و خب انقدر داستانای ماورایی توی این آپارتمان زیاد بود و خب انقدر داستانش معروف شده بود و همه میدونستن که توی اون آپارتمان چه اتفاقی افتاده و هر کسی که توی اون آپارتمان میرفت واسش اتفاقای ماورایی میافتاد. یه کسی حاضر نشد که اونجا زندگی بکنه و آپارتمان کاملا خالی مون. خب بعد از اینکه سالها آپارتمان خالی مون و کسی نمیتونست بره اونجا زندگی بکنه، آپارتمان رو به طور کامل خرابش کردن. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما فن بعد از اینکه مرده روحش اومده و دختره رو تحت فشار گذاشته تا پلیسا بتونن پیداش کنن؟ خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگر این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که لایک بکنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید، چنل اینستام براتون میذارم این بالا، حتما یادتون باشه که اونجا منو فالو داشته باشید و مثل همیشه امیدوارم که شاد باشید و لبتون خندون. خدا نگهدار.